ассалому алайкум домлои азиз. мӯйсафедони пештара мегӯянд ки дар шаби чоршанбе бояд ки бозан хобухез накунӣ. рост аст. боз мегӯянд ки дар рӯи алафзор бо занат алоқаи ҷинсӣ накунӣ, зеро фарзанди носолеҳ мебарояд. акун фарзанди солеҳу носолеҳ ин ба худои маву шумо вобастагӣ дорад, ба алафзору ба рӯзи чоршанбе вобастагӣ надорад. ино ҳеҷ далели асл надорад. ҳеҷ далели асл надоранд ки дар рӯзи чоршанбе ё рӯзи душанбе мисол бозан хонадорӣ кардан дигар ҳаст. ино ҳеҷ маъния надоранд. ҳар касе ки қудрат дорад, хо дар рӯз аст, хо дар саҳар аст, хо дар пешин аст, дар кадом ҳолате ки навиш моли туст, марҳамат истифода кардан бигир. ино ҳеҷ асл надоранд. суханон гуфтанд, ҳазрат гуфтанд, соҳиби чоркитоб гуфтанд, лекин беасос аст, асл надорад, далел надорад. شاید که همون صاحب چارکتاب همین را نگفته باشد، شاید همین اسرائیلیت باشد، همین دشمنان اسلام برای مسلمان ها ممکن که داخل کرده باشد تا که همون روز چهارشنبه شاید که مثال همون مرد اشتهای زیاد داشته باشد، اسلام منش کرده است، گفته است دیگر همین نعمت بعد محروم می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک شخصی نزدیک دارم که او زنش را طلاق کرده است و با ما همدیگر مصلحت کرده تا طلاق مرا هیچ کس نفهمد. گفته با همدیگر زندگی دارند و بعد از طلاق از آنها پسر بچه به دنیا آمد. از شما خواهش میکنم که به این سوال جواب درست دهید که تا اینکه با واسطه دیگر شخص من جواب این سوال را به اون انسان برسانم. خاک و پنهان خدا در قرآن میگوید این تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. شما چی پنهان عمل چی عملی را در پنهانی انجام میتین، چی عملی را در آشکارا انجام میتین، از همه این خدای شما با خبر است. پنهانش کرده است، مثال با زن طلاق کرده شده که زندگی میکند، زندگی و البته حلال نیست. اون فرزندی که به دنیا آمده است، او فرزند الکه ولد زنا هست، اون بیچاره الکه یک داغ در وجود او جایگیر شد. این کارها آینده آشکار می شوند و همون فرزند بیچاره که هیچ گناه ندارد زیر ملامت رفیقاش گرفتار می شود. برای همین بهترین صورتش همین است که این پنهان کن در کار نیست، بلکه در مفتیات رفته عریضه کردن در کار، مراجعت کردن در کار. راهاش باشد مرحمت، راهاش نباشد باز یگان توصیه دیگر همون صاحب فتوا هستن به شما توصیه میکنن. ابرهه 13 فیل دیگر را پیش و 60,000 عسکر از پس به مکه مکرمه سفر کردند. وقتی که به یکی از قشلاق‌های نزدیک مکه مکرمه رسید، در حال نگاه کرد چوپان‌ها همه مال‌های مردم مکه را وانی می‌کردند، مال‌ها را همه را در زیر تصرف خود درآورد و یک نماینده را ابرهه به مکه مکرمه روان کرد که اشراف مکه را، سردار مکه را نزد من دعوت کنید. و در اون زمانها میگه در مکه مکرمه سردار عربها این بابای پیغمبر عبدالمطلب بود که در وقتی که همین ابرهه میگه اطراف همون مکه را اشغال کرده بود و مالها را در زیر تصرف در آورده بود، 200 اشتر همین عبدالمطلب را هم در زیر تصرف خود در آورد که چوپان عبدالمطلب به عبدالمطلب خبر داد که ابرهه مالهای ترا، گوسفندها و شترهای ترا از خود کرد. آمد نماینده ابرهه نزد این عبدالمطلب و از عسکر و از نیت ابرهه به عبدالمطلب خبر دادند. عبدالمطلب گفت من قوت جنگ با ابرهه ندارم و ما یک مردم خیلی کوچکی هستیم
و هر کاری که میخواهد کردن گیرد، زیرا که ما دیگر توانایی و قدرت در ما وجود ندارد. و او را طلب کردند که نزد ابرهه میریم. آمد، میگد به نزد ابرهه. مختصرا قصه را من برای شما میرسانم، زیرا سوالها را جواب گفتن در کار. وقتی ابرهه آمد، میگد نگاه کردم خیلی یک جوانی با تنومندی بود ابرهه و بسیار صاحب کلاه و صاحب تخت و میگد از عبدالمطلب پرسید چی میگویی؟ گفت من نیت کشتن مردم مکه ندارم، بلکه فقط نیت من این است که همین خانه کعبه را ویران کنم. عبدالمطلب گفت من گفت به تو یک نیاز دارم، یک سخنی دارم. گفت چی سخن داری؟ گفت نفرهای تو گفت 200 اشتر مرا گرفتند، من از تو طلب دارم که همان 200 اشتر مرا پس بگردان. ابرهه گفت عجیب مردی بوده ای، من خانه را ویران میکنم که دین بابا و پدر توست، عبادتگاه توست، تو باشی از اشتر سوال میکنی. عبدالمطلب بابای پیغمبر چی گفت؟ گفت قسم به خدای همان خانه کعبه که من صاحب اشتر هستم، این کعبه به خودش صاحب دارد. اگر بخواهد خانه خودش پاسبانی کند، اگر بخواهد خانه خودش از دست تو نجات دهد. من به سر اشتر خود آمدم. ابرهه حیرت دماندند و ابرهه میگد این عبدالمطلب خبر داد که من باوری دارم که خداوند تو را نمیگذارد که خانه این خلیل خودش ابراهیم را تو ویران کنی. و عبدالمطلب پس گشته آمدند، مردم مکه را دعوت کردند صحبت ده گپ نزنید. وقتی که آمد مکه نزد خانه کعبه، قبیلش فریاد کرد و گفت که امروز ابرهه بیرون مکه قرار دارد با 60,000 عسکر و 13 فیل آمدگی باید که خانه کعبه را ویران کنند. همگی نزد خانه کعبه می رویم و از خدای خود زاره و تولا میکنیم که خداوند مدد کند که این خانه کعبه را این دشمن دین، این دشمن خانه کعبه ویران نکند. یک جای آمدن میگد دست در همون دروازه های کعبه زدند، گریه و تولا و زاری کردند که خدایا صاحب این خانه خودت هستی، این خانه را نگذار که این ابرهه ویران کند. یک جای دعا کردند میگه و همگی به سوی کوه بر آمدند و گفتند که ما زیر پای این عسکرهای ابرهه قرار نگیریم. بالای کوه بر آمدند و فرمان شد به ابرهه که هجوم به سوی خانه کعبه. نزدیک آمدند، به ناگاه همون فیلی که پیش میرفت به نام محمود بود، همین نزدیکی خانه کعبه در رسیدند میگد که زانوهای خودش قطع کرد که در زمین نشست. خداوند حیوان ادراک داد. حیوان میفهمد لیکن انسان نمیفهمد. همون محمود همون فیلی برجسته به زانوها زد، میگد دیگر هر چی که قمچین کاریش میکنن از جای خود نمیخیزد. وقتی وی را از جاش میخیزانند یعنی چهره او فیل به طرف پس میگردانند، میگد به سوی پس میدود لیکن به سوی خانه کعبه دیگر حرکت نمیکند. همین زمان بود میگد عبدالمطلب که از بالا نگاه کردیم یک طریقی همین پرنده های سیاهی که در اون ملک ما وجود نداشت، میگد همونها در آسمان یکی سیاهی پیدا شد. مفسرای قرآن میگویند که هر کدام این 3 سنگ داشت، 2 سنگ در پاها، 1 سنگ در همون نول خودشان داشتند و در هر یک سنگ نام عسکر ابرهه نویسانده بود که اینها را خداوند در قرآن چی میگوید؟ میگوید ترمیهم بحجارة من سجیل. اینا سجیل بودن، میگد این لایه بود که در پایهای همین پرنده ها که در دوزخ پخته شده بودن و هر کدام اینها بی نهایت گرمی بود که وقتی که عبدالمطلب میگد این پرنده ها را ما دیدیم بالای این عسکر ابرهه قرار گرفت و از هوا میگد مثل که سمالیات همان بمبه های خودش میپرتاید، میگه حواله میکرد. هر یک تیر
به نشان خودش به صاحب خودش میرسید. زمانی که میگه میرسید، همون زمان نگاه میکردیم که هر یک عضو جدا جدا میشدن و گوشت ها میگه از بدن چکار میکرد؟ جدا میشد. این حالت دیدیم، همگی به سوی خدای خود چکار کردیم؟ به سوی خدای خود گشتیم و گفتیم که خدای تو قادر هستی، تو توانا هستی. این الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ای محمد آیا ندیدی و ندانستی که خدای تو با این عسکر فیل ها چی معامله کرد؟ اینا میگه مفسرای قرآن میگه که روز تولد پیغمبر بود. اینم یک معجزه پیغمبر بود. همین واقعه 40 سال پیش از بعثت پیغمبر بود، یعنی روز تولدش. روز تولدش ابرهه به مکه مکرمه چیکار کرده بود؟ هجوم کرده بود. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا ندیدی محمد که ما این دام و این حیله و این نیرنگی که آنها کشیده بودند آنها را ما برباد دادیم. الم یجعل کیدهم فی تضلیل ترمیهم بحجارة من سجیل، اینها را ما سنگباران کردیم با سنگهای سجیل. فجعلهم کعصف مأکول، بس گردانیدیم اینها را. عصف گفته چی را میگن؟ کاهی که خایده شده است. مفسران میگن که وقتی که حیوان نخشار میکند و از لبهاش همون خوراک خایدگیش میغلطد، همین عسکر ابرهه را خداوند به همون کاهایی که خایده شده بود به همون مبدل گردانید. البته خدای ما و شما به همه قادر است. وقتی که اگر اذیت مسلمان از حد که گذشت، خدای مهربان به داد مسلمان میرسد. هر که با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. البته هر کسی که به مقابل این شمع با این اسلام با این قرآن میخواهد که مبارزه برد، البته شمع او دائم در گران نیست. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. این ظالم قاعدش همین است. حجومش یک روز نصرت دارد، 2 روز، 3 روز، عاقبت البته به البته در چای کندگیش این دشمن خودش گرفتار میشه. و در اینجا برادر باز از ما سوال کردن که درباره قصه های حضرت ابو حنیفه حکایت کنیم. انشاءالله اینم در اراده ما هست که درباره حضرت ابو حنیفه نعمان ابن ثابت که همه ما و شما الحمدلله پیرو مذهب ابو حنیفه هستیم و هزارها بار شکر به سوی خدا هم میکنیم که چنین امام پاک و پاکتینت را ما صاحب شدیم. از این خاطر در باب این حضرت هم یک روز اختیار میکنیم، گپ میزنیم. لیکن از همه شما دادرای عزیز، پدرای مهربان خواهش میکنم که در مذهب ابو حنیفه خیلی هوشیار باشیم. مذهبی هست که دنیای را اعتبار میکنه. اکثریت دنیای عالم همه پیرو مذهب ابو حنیفه هستند. مذهبی هست که هیچ خلل و هیچ خطای در او وجود ندارد. همه شما را باوری میکنم آن چیزی که ما و شما از مسئله های کدام مسئله ای که نباشد، از عبادت است، غیر عبادت است، ما و شما رفتار میکنیم، همه اینها 100% حق هستند، هیچ جای غلطی ندارد. بعضی از برادرای ما و شما میگویند بعضی حدیث هایی که ابو حنیفه انتخاب کردن ضعیف هستند. خود همون برادرها چون ضعیف هستند. ابو حنیفه هیچ وقت ضعیف نیست. اگر یک عادی ترین ذره عبادت ابو حنیفه را ما و شما به جا بیاریم، باور که به سوی خدا باید شکر کردن در کار. حضرتان نه حلقی حرام داشتن، نه شکم حرام داشتن، نه مثل ما و شما 3 بار در یک روز خدایی میخوردن، بلکه همه وقت در روی عبادت بودن، دائما در یاد خدا بودن. السلام علیکم دامنای محترم، درود و رحمت خدا بر شما باد. من از 35 کیلومتر راه دور به این مسجد شما می آیم و شما را بسیار دوست می دارم. یک سوال دارم. میگویند که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. آیا اینها را خدا خودش کور و کر نکرده است؟ البته در مقال ما و شما هست که کور دشمن خداست و کر دوست خداست.
لیکن این را ما و شما میتونیم از سوره انفال خدا میگه استعیذ بالله ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدرستی این که بدترین شما، بدترین جنبنده در روی زمین کیست؟ کوران و کران و گنگان هستند. کورها، گنگها، کران، اینها دشمن خدا هستند. حتی در سوره دیگر چی میگه؟ در سوره اعراف آیت 179 میگوید اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کورها، این گنگها، این کران از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا طایفه غافل ها هستند. لکن مقصد از این کور و کر و گنگی که در بین ما و شما زندگی میکنن اینها نیستند. کوران کسانی هستند که حقیقت را میبینند و پیرو نمیشوند. گنگها کسانی هستند که حقیقت را میدانند و نمیگویند. کران کسانی هستند که موعظه برای آنها شنیدن خیلی مشکل است. گپ حق را شنیدن نمیخواهند. اینا کران هستند. هر کسی که اگر یک عمل ناسواب میبیند، چگونه پیغمبر گفتند اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. کدام شما اگر یک کار نامشروع را میبینید، یک کار ناسواب را میبینید، در خاندانتان مثال میبینید یک کارهای حرام در بالای دسترخوانها چیزای حرام که میبینید، با دستهاتان تغییر بدین، این زمان شما بینا هستید. شما این زمان کور نیستید. وقتی شما چیز حرام میبینید، کار حرام میبینید، لکن چشم میپشین میگین این خیر، خودش جوابش میگوید، این حالت در شما کوران هستید. یا اینکه شنیدن امر معروف و نهی منکر برای بعضی از برادرها اگر دل خراش باشند، اونا کران هستند. و اگر بعض انسانهایی که حقیقتا نمیگویند، اونها گنگها هستند. اینا را خدا چی گفت؟ اولئک کالانعام، اینها حیوان هستند. بل هم اضلوا، حیوان هم خوبتر از گفت خدا، از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا کرها و گنگها و کوران، مطلب از این است، نه این کورهای مادرزاد و نه این که به سبب بیماری ما و شما کر میشیم، گنگ میشیم و دیگر کسلات مبتلا میشیم. اینها در نزد خدا هیچ دشمنی هم ندارند. اینا برعکس در نزد خدا اگر عابد باشند، عبادت کننده باشند، ثوابهای جزیل صاحب میگردند. السلام علیکم داملا که فخر ما هستی. درباره آدم‌هایی که دل‌آزار هستند سخنهای سخت و درشت میگویند. بسیارتر سخن گویید. آیا اسلام چی میگوید؟ اسلام ما و شما، پیغمبر خدا حدیث هایی که ترمذی روایت کردند که از نام ابو هریره هست، میگوید اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم. مکمل ترین شما از روی ایمان کیست؟ همان کسی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، رفتار خوب دارد. اینا گفتن پیغمبر خدا بهترین شما در بین شما به حساب می رود. نه آدمی که زبان درشت دارد، نه آدمی که دل‌آزار است. در دیگر حدیث که راوی اینم ابو هریره است، پیغمبر خدا میگوید ان المؤمن لا یدرک بحسن خلق درجه الصائم القائم. کسی که اگر فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، در نزد خداوند هر روز نویسانده می شود. اجر کی را، ثواب کی را؟ کسی که روز روزدار است و شب تا به روز نماز میخواند. کسی که روز روزدار و شب تا به روز نماز میخواند، چند قدر ثواب او نائل میگردد. انا همون مقدار ثواب خداوند در نامه اعمال آن انسانی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، خداوند کتابت میکند. هر کس که دل بنده ناشاد کند، شاعر میگوید هر کس که دل بنده ناشاد کند
جبر و ستم و جفا و بیداد کند. اگر آدمی که دل یک برادر را ناشاد میکند، جبر میکند، جفا میکند، اینا را شاعر مکافات چی گفتند؟ در حالت مرگ و وقتی جان کندنی خود، با درد و عذاب داد و فریاد کند. کسی که حالت مرگ می آید بالاش، حالت درد بالاش می آید، این روزهایی که برای آزار مردم جدا کرده بود، این ساعت و این روزها را در نزد خدا جواب می گوید، داد می گوید، فریاد می زند. درد او باز چند می شود؟ دو چند و سه چند باز زیادتر می گردد. کسی که در دنیا اگر یعنی همین فعل دلازاری را داشته باشد، سعدی می گوید دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل گذرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است. اون کعبه را حضرت ابراهیم تیار کردن، لیکن دل گذرگاه جلیل اکبر است. این دل جای نشستگاه خدای ما و شماست. دل انسانها را باید ما و شما به دست بگیریم، کاری کنیم تا حد امکان. باید که بسیاری دشنامه ها و دیگر قباحت ما و شما تحمل کنیم، در حال غضبناک نشیم، در حال جواب او را نگردانیم. زیرا پیغمبر خدا گفتند بدترین شما کسی هست که تیز غضبناک می شود و دیر غضبش می رود. این بدترین شما هستید. السلام علیکم حاجی داملا. تمامی خانواده هایمان شما را دوست می دارند و کسیته های شما را هر جمعه گوش می کنند و انتظاری می کشند. من یک سوال دارم. عائله من نمازخوان است و در بازار سوداگر است و خود نیز در اداره دولتی کار می کنم و یک خواهرم نیز کارگر است. داملا اسلام برای کار کردن زن چی می فرماید؟ خواهش می کنم. یعنی اسلام مقابل نیست که خواهر و زنهای ما و شما کار نکنند، بلکه اولا چیزی که من برای شما خبر میدهم، خواهر ما و شما نفقه او در گردن پدر و مادر است، در گردن پدر است تا وقتی که به شوهر میبراید، و زنهای ما و شما را نفقهش در گردن ما و شماست تا وقتی که اگر طلاق میخورن تا حتی در عیده هم باشن اگر نفقهشان در گردن ما و شماست. از این خاطر اگر احتیاج به سوی مثال کار کردن نداشته باشند حاجت نیست. اگر دست رسا باشد، شرایطا باشد، میلش با که ندارد. لیکن اگر یعنی علاج نباشد، مثل که امروز بیمارخانه ها احتیاج به سوی زنها دارد که ما و شما زنها را میبریم، نمیابیم یک مثال زنی را که همون زن ما و شما را طبابت کند. دل ما و شما به سوی مردها دور می رود. اگر باشد هم زنهایی که مثال مسلمانی که نمازخوان و خدا ترسی که اگر باز در همین بیمارخانه ها کار کنن، این البته ضروری است. اون زن از خانه نشستن در همون بیمارخانه کار کردنش ضرور است. لیکن اسلام ما و شما طلب میکند که همان زنهایی که به سوی بازار می روند یا به سوی کار می روند سطر اسلامی را باید که رعایت کنند. باید در کوچه با گپ‌های با مردهای بیگانه و نظر کردن به سوی مردهای بیگانه ده اسلام اونها را منع میکند. اگر این شرطها را زنها به جا بیارن، هر آینه برای اونها چی در بازار نشستن چی در کارخانه کار کردن این باکی ندارد، با شرطی که همون زنها خالی از همین گپ‌های با نامحرم‌ها و بی سطر و دیگر حالت‌ها قطعی اگر از خانه بیرون نشود. یک حدیث من نویساندم، میخواهم امین به سمع شما برسانم. پیغمبر خدا گفتند ایاک بالخلوة بالنساء والذی نفسی بیدی ما خلا رجل بامرأة الا ودخل الشیطان بینهما ولأن یضحم الرجل خنزیرا متلطفا بطین او حماءة خیر له. پیغمبر گفتند از خلوت با زن بپرهیزید. یعنی اگر زن بیگانه باشد شما از خلوت کردن او یعنی با او یک جا نشستن پرهیز کنید. قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، مرد با هیچ زن خلوت نکند که سیوم آنها شیطان می شود.
وقتی که مرد با یک زنی بیگانه نشست، چی در خانه چی در کارخانه در کجای نباشد، حتمی شیطان سیوم نفر اونها می شود، اونها را وسواس میکند. اینا از تجربه حیاتان خودتان یک تفکر کنید. برای مرد همنشین و نزدیک شدن با خوگ آغشته با خاک ولای بهتر است از اینکه همنشین با یک زن بیگانه میکنند. پیغمبر گفتند با یک خوگی که آغشته لای است و آغشته خاک است، با او همنشین شدن بهتر از اونه که با یک زن بیگانه شما می نشینید. زیرا که عاقبت زن با زن بیگانه نشستن این چه است؟ این زنا هست. این بار با او مثال با صحبت‌های شیرین صحبت میکنین، عاقبت با یکدیگر دستی به دست سلام میکنین، عاقبت با یکدیگر یک موعد اعلان میکنین که فلان جا ما و تو ملاقات میکنیم، عاقبت چی میشود؟ کارش به زنا انجام مییابد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم به سوال من جواب گردانید. من هر روز جمعه روزه میگیرم، روزه من در نزد خدا قبول است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله او بعده. پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه خاصه روز جمعه را روزه نگیرید. اگر روزگیر هستین یک روز پیش یا یک روز بعد چه هم در نماز با هر طرف نگاه میکنن، این چی میشود؟ آیا نمازشون ثواب دارد یا نه؟ در مسئله نماز ما که چند بیگاه شد بین قوم خود صحبت ها داریم، مسئله های نماز دائم بیان میکنیم. در نماز وقتی شما بی پروا باشین، به نماز وقتی اهمیت ندهید، یعنی وقتی نماز خواندن سجدگاه را نگاه نکنین، بلکه به هر طرف شما توجه کنین و خاطر شما پریشان باشد، این صورت در نماز شما هیچ ثواب باقی نمیماند، هیچ ثواب. زیرا یگانه عبادتی هست که گناههای شما را خداوند به سبب این نماز مغفرت میکند. یگانه عبادتی هست که شما با این نماز با خدای خود پیوست میشین و راست میگویید. حاتم اصم خدا رحمت کند در کتاب میگوید که وقتی که در بالای جای نماز می ایستاد، از او پرسان میکردند چگونه نماز ادا کردی؟ میگفت وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که خانه کعبه در پیش من ایستادگی است. وقتی که من در عبادت می ایستم همچنان تصور میکنم که در پس پشت من عزرائیل ایستادگی است. این زمان یا زمان دیگر جان من را قبض میکند. وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که بالای پول صراط ایستادگی هستم. این حاتم اصم میگفتند. یا امام بخاری از ما و شما در ترجمه حالش چی میگوید؟ میگوید وقتی نماز میخواند، در یک حکایش میارد که وقتی نماز بود کرد، حضرت میگوید بدن خود چه خبر گرفت، گفت بدن من بسیار سوخته کرد. وقتی نگاه میکند 17 زنبور 17 نیش زده است. 17 نیش در بدن حضرت امام بخاری زدگی بود. بعد نماز وقتی نگاه میکند میگوید که شاید زنبور باشد. در حالت نماز یعنی حتی درکدار نمیشدند. امام غزالی خدا رحمت کند میگوید این المصلین کثیر والخاشعین قلیل. نمازخوان بسیار است، الحمدلله. ببین همه نمازخوان است، لیکن کسی که از تحت فیل نماز میخواند میگوید کم است. آدمایی که با خشوع نماز میخوانند اینها کم است میگوید امام غزالی. والحاج کثیر والبار قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن حاجی هم خیلی زیاد است، لیکن حج کی قبول شده است و حج های کی ها قبول میشن اینها خیلی کم هستند. و طیر کثیر والعندلیب قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن که پرنده در دنیا خیلی زیاد است، لیکن بلبل کم است. والعالم کثیر والعامل قلیل. عالم هم خیلی زیاد است، لیکن عالم عمل کننده کم است. امروز الحمدلله در بین ما و شما عالمان زیاد است، لیکن خدا داناست عمل اونها را که تا چه اندازه اونها عمل میکنند.
باز بسیار فتنه ها و بسیار نافهمی هم از طرف عالم ها رخ میدهد. حتی رسول اکرم میگوید شما بر دین اسلام گریه نکنید وقتی که اگر پیشوای شما کسی باشد که عمل کننده در اسلام باشد، لیکن بر دین خودتان گریه کنید وقتی که اگر پیشوای شما یگان آدم جاگل و تنپرست و نفس پرست باشد. برای همین خیلی از شما خواهش میکنم که در مسئله نماز با احتیاط باشین، نمازها را خوب انجام دهید. حتی صوفی علیار حضرت چنان غضبناک شدن، گفتن دل جدا زبان جدا باشد او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر؟ جسم تو بالای جای نماز لیکن دل تو و فکر تو در دیگر جا، این چی گونه عبادت است؟ میگه دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست تسبیح داری الحمدلله میگوی لیکن دل تو این قبول نمیکنه. دیگر دل تو خاطرش فکرش در دیگر جاست. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. حضرت میگوید بیرون شما را تماشا کنند یک عجیب یک منظره خوبه در بیرون شما دیده می شود، لیکن باطن شما همه مکر و حیله و فریب است. در آخر گفتن این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. مردن بهتر از این گونه عبادتی که اون آلوده فکر خیال باشد، آلوده ثواب نباشد. از این گفتن مردن بهتر.